دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان روز 30 ایون بار چهارم مهلت حبسی پیشکی فرقت عبدالفتاح ساکن جماعت واروخ شهروند تاجیکستان را 1 ماه دراز کرد. عبدالفتاح از 1 فوریه سال 2021 بازداشت شده، مهلت حبسی پیشکیش اینک بار چهارم دراز کرده می شود. او بر اساس درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه بازداشت شده است. اسلام نعمتوف برادرزاده عبدالفتاح روز 30 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مرافعه امروز در دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان برگزار شد و دادگاه مهلت حبسی پیشکی او را 1 ماه دیگر دراز کرد. از جانب قرقیزستان بسیار خواهش کرده ایستادند که فرقت عبدالفتاح را به قرقیزستان سیل کنند. نزدیکان و پیوندان عبدالفتاح میگویند احتمال این بار آخر است که دادگاه مهلت حبسی پیشکی او را دراز کرد و بعد از آن او را به قرقیزستان استرداد میکنند. ایلریان واسیلیف وکیل دفاع فرقت عبدالفتاح قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود مقامات تفتیشاتی قرقیزستان عبدالفتاح را در غیبش تنها گمانبر دانستند. در نسبت او رسما عیب اعلان نشده است. موافق قانون‌های روسیه شخصی را که در نسبت او عیب اعلان نشده است استرداد کردن ممکن نیست. با گفته وکیل مدافع جانب قرقیزستان مغایر کنونسیون ها آید به استرداد شخصانی در پیگرد قرار داشته عمل کرده و دادستانی روسیه به جای رد کردن چنین طلب غیر قانونی آن را اجرا کرده ایستاده است. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت بادکنک قرقیزستان در نامه به مقامات تفتیشاتی باشقردستان ادعا کرده بودند که عبدالفتاح گویا ماه ایول سال 2019 راهی بین واروخ و آقسای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را بسته به بی‌ترتیبی راه داد. در اول جانب قرقیزستان ادعا داشت فرقت عبدالفتاح روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است و طلب داشت مقامات روسیه او را به این کشور دهند. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتوکاب بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه امسال دستگیر کرد. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده‌های اشتراک در بی‌نظمی‌های عمومی و اوباشی عیب اعلان کرده دادگاه بادکن 27 اوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. مقامات رسمی تاجیکستان هم میگویند عبدالفتاح در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل یافته است.